مدل‌های نشان دهندگی مثال 55 این نمودی مثال رو چک میکنیم این نمودی مدل‌ها هم وقت هر دو طرف اساسش یخ میکنیم با درجه باید برابر باشه یعنی چی معنی دارد مثلا شما a درجه x برابر a درجه y داشته باشه اساس ها که یخ هستند از اینجا ما چی برآورده میکنیم خلاصه x برابر y است در اینجا هم نگاه کنید 128 نگاه در اینجا اساس 2 است 128 رو از جهت 2 چه نشون میدیم یعنی 2 درجه 128 این باید شما دونین 2 درجه 7 ندونین اکنون میدونین یعنی درجه 2 رو تا 10 دونستن نقض است کارش ما رو آسان میکنند برای مدل ها رو کار کردن بعد این رو بکنید یا اساس ها اکنون برابر هستند درجه ها باید برابر باشند درجه ها چی میشد در طرف چپ x کوادرات مینوس x مینوس 5 در طرف راست برابر 7 درجه ها باید برابر باشند اکنون چه که میتونین این مدلی چه است کوادراتی 7 رو به طرف چپ کنیم اگر این میشد x کوادرات مینوس x مینوس 12 برابر 0 اکنون ما این رو میتونیم با یاری فرمول یا اینکه با قوس جدا کنیم کار کنیم بسیار مثال خوب با قوس جدا کنیم کار کرده میشن کارش ما آسان تر است اگر این متد رو یاد گیریم و این برابر 0 میشه از اینجا چی خلاص میبریم x برابر 4 است یا اینکه x برابر مینوس 3 از ما چی میپرسه سوم یعنی جمع هر دو این ریشه ها با چی برابر است x1 جمع x2 برابر است با 4 جمع مینوس 3 یا اینکه برعکس برابر 1 میشود مثال نوبتی 56 سومه ریشه های مدل رو یابیم با سومه میپرسن باز در اینجا همون مدل است 128 رو ما چه نوشته میتونیم 2 در درجه 7 از اینجا چی ما خلاص میبریم اگر اساس ها برابر باشند درجه هم باید برابر باشند این با این نمود ما کار میکنیم مدل های با درجه دار این میشود چی درجه ها چی هستند در طرف چپ x کوادرات مینوس 2x مینوس 1 در طرف راست ما 7 داریم درجه ها رو برابر کردیم و از اینجا مدل کوادراتی داریم ما همه اعضاها رو با یک طرف جمع میکنیم و این رو اگر ما سودیم x کوادرات مینوس 2x مینوس 8 برابر 0 اکنون ما این رو کار میکنیم با یاری به قوس جدا کنیم این میشود x مینوس 4 و x پلوس 2 برابر 0 از اینجا x برابر 4 است یا اینکه x برابر مینوس 2 است اکنون از ما چی میپرسد سومش رو یعنی جمع هر دو اینها 4 جمع مینوس 2 و 2 برابر است مثالی 57 مدل رو حل کنین 3 در درجه داریم و درجه مرکب داریم با ریشه دار در طرف راست 27 رو از جهت 3 می‌نویسیم ما این رو 3 درجه 3 نوشته میتوانیم اکنون که اساس ها برابر هستند این چی معنی دارد درجه ها هم باید برابر باشند درجه ها رو می‌نویسیم 13x جمع 5 تقسیم 2 برابر است به 3 اکنون ما چیکار می‌کنیم هر طرف رو درجه 2 می‌گیریم و این به چی برابر میشد 13x جمع 5 تقسیم 2 برابر به 9 میشود از اینجا این مدل کار کنیم 13x جمع 5 برابر 18 و از اینجا 13x برابر 13 و x برابر 1 میشود و مدل رو حل کردیم ریشه ما 1 برآمد مثال 58 باز مدل با درجه دار 2 در درجه مرکب در طرف راست 8 داریم ما 8 رو از 2 باید نویسیم 2 در درجه 3 اکنون که چقدر که میبینیم اساس ها برابر هستند درجه ها هم باید برابر باشند درجه ها رو می‌نویسیم 4x مینوس 5 تقسیم 3 برابر به 3 است اکنون برای اینو کار کردن هر دو طرف رو درجه 2 می‌گیریم از ریشه باید خلاص شویم و چی میشود 4x مینوس 5 تقسیم 3 برابر به 9 بعد ضرب درون بدرون 4x مینوس 5 برابر 27 میشود بعد 4x برابر 32 از اینجا x برابر 8 میبراید مثال نوبتی 5 مدل را حل کنیم این نمودی مدل کمتر مرکب‌تر است نمود سوال چه کار میکنیم بیاین اول شکل مدل رو واسه کنیم ما این رو چه کنیم 2 ضرب 3x ضرب 3 درجه 1 ما این رو از یک قاعده درجه ها میدونیم و مینوس 3x برابر 15 است بیاین اکنون 3 درجه x رو عوض کنیم برای آسان تر کردن این من بگذار a گویم و مدل من به چی تبدیل می‌کنم یعنی 2 3 ضرب کرده میتونم این میشود 6a مینوس a برابر به 15 و اکنون چرا که میتوانید این به چی برابر است 5a برابر 15 است
و a баробари 3 است. a رو یافتیم، لیکن ما با ما a لازم نیست، با ما x لازم است. از اینجا معلوم می شود که 3 درجه x برابر 3 درجه 1 است، x برابر 1 می شود. مثال 6 ریشه مودل رو یابیم. به مثال پیشینه کار میکنیم، لیکن در اینجا یک دیگرگونی است. در اینجا ما 4 درجه x داریم. 4 درجه x به چی برابر است؟ این با است 2 درجه 2 x یا اینکه 2 درجه x در درجه 2 هم نوشتن یا اینکه 2 درجه 2x به اینها برابر است. برای این مثال کار کردن بیایید 2 درجه x رو با a تبدیل میدیم، دیگر میکنیم و مثال مودلی ما با چی تبدیل میشه؟ 3 ضرب a کوادرات، چون که 2 درجه x این a گفتیم a کوادرات میشود مینوس 5a مینوس 152 152 به طرف چپ گرفتم. اکنون یک مودلی کواdraتی برآمد و این مودلی کواdraتی رو باید کار کنیم با یاری فرمولا یا اینکه عدد رو به قوس‌ها جدا کرده میتوانیم. با قوس‌ها جدا کنیم، این با قوس‌ها جدا به چی برابر میشود؟ 3a جمع 19 و a مینوس 8. قوس تفتیش کنم 3 کوادرات جمع 19 24 مینوس 5 درست است. اکنون از اینجا چی معلوم میشد؟ a برابر مینوس 19 تقسیم 3 یا اینکه a برابر 8 است. از اینجا ما نیا کنیم a لازم نیست، x لازم. 2 درجه کدام عدد یا به مینوس تقسیم 3 برابر است یا اینکه 2 درجه x به 8 برابر است. یک شده نمیتواند، چون که درجه چیکی نمونیم مینوس شده نمیتواند، هم وقت پلوس میشه جواب ما. از اینجا معلوم شد که 2 درجه x برابر 8 و 8 ما چیکار نشدیم 2 درجه 3. از اینجا چی معلوم شد؟ x برابر 3 است. مثال 61 باز به مثال پیشینه مانند است. 25 درجه x رو ما چیکار نوشته میتونیم؟ 5 در درجه 2 x که این رو ما 5 درجه 2x یا اینکه 5 درجه x در کوادرات نوشته میتونیم. و برای مثال کار کردن بیایید 5 درجه x رو برابر a گوییم. برای آسان تر شدنش مثال مدل این چی میشد؟ 25 درجه x رو ما همچون a کوادرات نوشته میتونم، چون که 5 درجه x a گفتم مینوس 4a مینوس 5 25 برابر 9. اکنون باید ما این مثال رو کار کنیم. البته خیلی کلان است، با فکرم با 25 علاقه دارد. 25 ضرب چند 4 هست 20 21 25 و 21 چی میشد؟ a مینوس 25 a جمع 21 برابر 9. با فکرم درست است، باید بر تفتیش کنم. مینوس 4a 25 کرده 20 5 درست است. از اینجا چی معلوم میشه؟ a برابر 25 یا اینکه a برابر مینوس 21. از اینجا چی معلوم میشود؟ با ما a لازم نیست، x لازم. 5 درجه x برابر 25 است یا اینکه 5 درجه x برابر مینوس 21. دویم شده نمیتونن، چون که ما میدونیم که هم وقت درجه چیکی نمونه هم وقت پلوس میبره جواب مینوس شده نمیتونه. از اینجا معلوم میشود که 5 درجه x 25 رو چیکار نشون داریم 5 کوادرات. از اینجا x برابر 9 میشود. مثال 62 باز به مثال پیشینه مانند است. 9 درجه x رو ما چیکار نشون میتونیم 3 درجه 2 درجه x 3 درجه 2x یا اینکه 3 درجه x در کوادرات. اکنون مدل رو تبدیل میدیم. 9 درجه x جاش ما a کوادرات می نویسیم مینوس 4a جمع 3 برابر 9. اکنون اینجا ما مدل باید کار کنیم a رو یابیم. این رو ما همجا a مینوس 3 a مینوس 1 نوشته میتونیم. از اینجا a برابر 3 است یا اینکه a برابر 1 است. اکنون در این چی معلوم میشود؟ با ما a لازم نیست، x لازم است. 3 درجه x یعنی ما در اینجا نگفتم 3 درجه x رو برابر a میگیریم. 3 درجه x برابر 3 است یا اینکه 3 درجه x برابر 1 است. در اینجا هر دو جواب درست نمیتوند. از یکمش x معلوم میشد که برابر 1 است، از دویمش x برابر 9 است. از ما سوم میپرسد جمع 1 و 9 به 1 برابر است. مثال 63 به مثال پیشینه مانند است. اکنون بیاییم سوال دیگر که می‌نویسیم جای 3 درجه x بیاین دیگر حرف حساب t استفاده بریم و مدل رو عوض کنیم. این چی میشود؟ 2 ضرب اول دیگر که می‌نویسم 3 درجه x ضرب 3 جمع 5 ضرب 3 درجه x ضرب 3 درجه مینوس 1 برابر 69 است. از اینجا کنیم با t گردون این میشود 6 t جمع 5 تقسیم 3 3 درجه مینوس 1 تقسیم 3 همچون نیستم برابر 69 می شود. اکنون این باید این مدل رو کار کنیم. این با چی برابر می شود؟ مدل ساده خطی است.
مخرج اگر برابر کنیم 18t جمع 5t تقسیم 3 برابر 69. از اینجا این 23 t برابر 69 ضرب 3. از اینجا اگر t رو میابیم t برابر 9 میشود. و ما t لازم نیست، در آخر باید عوض کنیم. 3 درجه x برابر 9 میشود. از اینجا 9 رو ما 3 درجه 2 نوشتیم، x برابر 2 است. مثال 64 ریشه مول را یابیم. باز برای مثال کار کردن بیاین اول مثال دیگرگونه ساده‌تر نویسیم. 3 درجه x ضرب 3 x جمع یک موقع نوشته میتونیم. مینوس 2 ضرب 3 درجه x ضرب 3 درجه مینوس 2 نوشته میتونیم برابر 75. اکنون برای مثال کار کردن جای 3 درجه x بیاین دیگر معلومون a مونه. a رو اول میبینیم بعد x رو میبینیم و مدل ما به چی تبدیل میشه؟ بعد 3a مینوس 2 تقسیم 9 ضرب a 3 درجه مینوس 9 همچون 9 نویسم در پایان برابر 75. بعد این مدل رو باید کار کنیم. این به چی تبدیل میشه؟ بعد مخرج رو اگر برابر کنیم 27a مینوس 2a تقسیم 9 برابر 75. از اینجا چه برابر میشد؟ 25a برابر است با 75 ضرب 9. از اینجا باید مدل کار کنیم. a برابر چند میشود؟ a برابر 27. لیکن با ما a لازم نیست، با ما چی لازم است؟ x لازم است. در اینجا جایش رو عوض میکنم. 3 درجه x برابر 27. 27 رو مشکنش میکنیم 3 درجه 3. از اینجا معلوم شد که x برابر 3 است. مثال 65 این نمودی مثال ها نیا کنیم بینشون ضرب است. چه کار میکنیم؟ اگر شما مثلا چی داشته باشین پیاس مثال کار کنیم 2 درجه 3 ضرب 5 درجه 2 برابر به 2 درجه x ضرب 5 درجه y. درباره x و y چی گفته میتونه؟ برابری که هست هر طرف باید برابر باشه. از اینجا معلوم شده x برابر 3 است و y برابر 2 است. این نمودی مثال هم همیشه کار میکنیم. طرف چپ رو ما چی نوشته میتونیم؟ نیا کنیم اگر ما طرف چپ رو با سماخه نویسم 5x میشه ضرب 5 درجه 2x میشه یکون چی وزن. لیکن طرفی راست رو من 10 رو همچون 2 ضرب 5 نوشته میتونم در درجه x جمع 1. بعد اگر از روی قاعده درجه استفاده بریم این چه میشه؟ 2 درجه 5x مینوس 7 ضرب 5 درجه 2x مینوس 1. ما اینها رو طرفی راست رو جدا کرده میتونیم. 2 درجه x جمع 1 ضرب 5 درجه x جمع 1. اکنون همچون چیزی که من در این اول مثال رو آوردم این مثال رو هم خیلی کار کرده میتونم. یعنی درجه 2 و درجه 5 برابر باید باشن. از اینجا ما 5x مینوس 7 باید برابر x جمع 1 باشد و 2x مینوس 1 باید برابر x جمع 1 باشد. از اینجا x رو میابیم. از یکم باید اگر مثال کار کنیم 4x برابر 8 و x برابر 2. این رو با آسانی مورد سنجیده میتونیم جواب درست میشود. برای طرف راست هم اگر کار کنیم x برابر 2 میشود. باز همون چیز عدد برآمد. یعنی جواب ما ریشه مودی ما با 2 برابر است.